سلام دوستان. سلام، امیدوارم که حال همه شما دوستان خوب باشه. ارتش سلام به دوستان. امشب قصد داریم که یکم سوالاتتون رو جواب بدیم و یه سری صحبت هم بکنیم، ببینیم که به کجا میرسیم. دوستان خیلی تقاضا کرده بودن که یکم لایو رو بندازیم جلوتر. ما که خودمون فوتبالی نیستیم، ولی خب بر رسم این که بخوایم به دوستان احترام بذاریم لایو رو انداختیم جلوتر. البته برای کسایی که دارن لایو میبینن، اون کسایی که دارن به صورت ذخیره شده میبینن که دیگه هیچ بماند دیگه. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه. میخوام یه نیم ساعتی رو سوالات دوستان رو جواب بدیم، یکم شبهاتی که دارن، دوستانی که کامنت های زیاد میذارن سطح لایو جوابشون رو بدیم که ببینیم که به کجا میرسیم. سلام بیتا جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، سفرت هم بی خطر. بفرمایید دوستان، بپرسید سوال تا من صحبت کنم یا بخواید من صحبت بکنم، فرصت در اختیار شماست. دلار رو گفتیم که دیگه در اختیار یه سری از دوستان هست. ریپورت ها چرا جواب داده و ریستارت رو هم میگیم حتما. دوستان همه صدا رو دارن؟ خب دارن طبیعتا دیگه. ببینید ریپورت ها بهتون گفتم بین 48 ساعت تا 72 ساعت طول میکشه و خوشبختانه یکی از این فاضلابا، دو سه تا از فاضلابا حذف شد به روش ریپورت. یکیش اون بسیجی فیک بود، محسن صفایی بود. یکیش اون مجازی پاک بود که خیلی جولان میداد و آقای ترکیبی مثلا فاضلاب عجیب غریبی بود، ایشون حذف شد. در خصوص این طرفداران ریستارت هم بگم که دوستان عزیز، ممکنه که طرفدارانشون به ما حمله بکنن، ولی یه عده هم بگم به ما مزدور. ولی یه چیزی رو توجه بکنید، اونم اینه که بی‌طرف بودن یعنی چی؟ مزدور یعنی بعد از یه جای خط بگیره دیگه. خب بی‌طرف بودن یعنی چی؟ اینکه یه عده میان این حرفو میزنن، خب طبیعتاً چون ما انتقاد میکنیم از این دوستان، خوششون نمیاد دیگه، به مزاجشون خوش نمیاد و توهین میکنن و فکر کنید که این دوستان اگه یه روزی بخواد توی ایران انقلابی بشه، اینا بخوان بیان مملکت رو بگیرن، مثل زمانهای قدیم هر کسی که بهشون انتقاد بکنه بهش میگن مزدور. و این داستانی هست. وحید خزایی تو ترک ماریجوانا هست، نه ایشون کوک میزنه. بله تبلیغ میکنن حالا دوستان برامون کم و بیش، قرارم که شما گفتید تو روشن کنم. این هستی بپرسید سوالات رو. در خصوص سید محمد حسینی ریستارت هم یه سری اسناد وجود داره و صبور باشید، ما چیزی رو که اعلام میکنیم پخش میکنیم. محسن افشانی به خاطر اینکه تبلیغ سایت های شرط بندی میکرد توی لیست بود. این ساشا صبحانی هم به زودی خدمتش میرسیم. فاضلاب جدیدیه، یکم ناشناخته است این آقا. بله دیگه، الان آقای فخرآور و آقای سید محمد حسینی ائتلاف کردن، دارن به همه حمله میکنن. و چیزی که جالبه، ببینید تیم پشت پرده برای اولین بار در فکر میکنم این 40 سال جمهوری اسلامی ایران تونسته به همه کسانی که نقش یک اپوزیسیون فیک رو دارن بازی میکنند انتقاد بکنه. و اگر این دوستان دموکراسی رو بلدن، اگر این دوستان ادعاشون میشه که دارن یه لیدرن، دارن یک حزبی رو مدیریت میکنند، این دوستان باید تحمل انتقاد رو داشته باشن. از من انتقاد کردن، گفتن که آره این چرا چنینه چرا. خب ما خیلی منطقی جواب دادیم. اگه شما ادعای لیدر بودنتون میشه آقای سید محمد حسینی، بیا با من مصاحبه بکن با تیم من. اگر نمیخوای مصاحبه کنی، ما سوالات رو در اختیارتون میذاریم، خودتون جواب بدید. این که فکر میکنم چیز پیچیده‌ای باشه. بعد یه عده میان میگن که این اول چسبید به این مجازی ها، به این فاضلابای مجازی، بعد معروف که شد رفت فاز سیاسی گرفت. ببینید اصلا این فاضلابای مجازی یه چیز واجب بود. ما از قبل خط و مشی سیاسی داشتیم. اون دستانی که با ما آشنا نبودن، حالا ما چند تا از این
افراد سیاسی رو داریم یکی یکی منتشر میکنیم. ویدیوها خیلی آپدیت نبوده و عرضم به حضور شما که سعی کردیم به مردم گزارش‌ها رو نشون میدیم و من از 12-13 سال پیش که توی صدا و سیما بودم تفکر انتقادی بود. از زمان سال 86-87 که تو صدا و سیما بودم و برگشتم به تفکر خودم و این اپوزیسیون های فیک اگر میتونستن کار رو از پیش ببرن 40 سال بود میتونستن انجام بدن. تا حالا کسی به این سوالات رو جواب نداده. اینایی که الان 40 ساله دارن تلاش میکنن چرا قدم از قدمی برنشتن بیان برای مردم همشون؟ سید محمد حسینی، فخرآور، خانم مسیح علی نژاد، نمیدونم هر کدوم از اینا که ما این چند وقت راجع بهشون صحبت کردیم، بیان یه کار مثبت برای مردم بنویسن که انجام دادن. این اپوزیسیون های فیک بیان راجع به توضیح بدن. آقا تو پیجای خودشون اصلا نمیخواد من جواب بدن، یه کار مثبت رو بیان به مردم بگن. این فکر نمی‌کنم چیز پیچیده‌ای باشه. سوال خیلی مهمه. بیان بگن آقا ما رفتیم فلان کنگره لابی زدیم، فلان سازمان لابی زدیم، فلان کار. یه کار مثبت رو میان برای مردم بگن دیگه. جز این که بعد ادعاشون هم میشه میگن دوستان ما انقلاب بدون درد و خونریزی نمیشه. تفکرشون هم اینه که ما اگر بخوام یه انقلاب بکنیم بعد کشته بدیم. مثلا اگه اونایی که افتادن تو زندان هزینه‌های انقلابن. ببخشید شما چرا برادر خواهر خودت رو هزینه انقلاب نمی‌کنی؟ مردم تو که لاله بلدی اول خانواده خودت رو هدایت بکن. برادر خودت رو هدایت بکن به سمت اینکه بره مسجد آتیش بزنه. تو که ادعات میشه خانواده خودت که نزدیک‌تره دیگه. بعد این که میگه عامل حکومتی خدا رو شکر به ما میگن عامل حکومت. خدا رو شکر میکنم و به من نمیگن پول از موساد و امای 6 و این ور اون ور میگیری مثل اونا. خودمو نفروختم به سازمان‌های اطلاعاتی غربی. حداقل خدا رو شکر که میگن از داخل. بعدشم تفکر من با ماست چیه؟ بذارید من تلفنم زنگ خورد ببخشید. بله جانم. اوکی مرسی ممنون. آقا یه دوستان تیم ما بودن راست میگفتن. ببینید امروز یه سری اسناد به دست ما رسید از سایت شرط بندی پارس 90 کلاهبردار که من بهشون هم پیام داده بودم. اینا میلیاردی کلاهبرداری کردن. دوستان عزیز خیلی توجه بکنید. بزن رو آیفون چیه و گفتن که به من حتما این قضیه رو بگو سایت شرط بندی رو. بعدش هم میگه خط گرفته داداش پدیده به اسم SMS وجود داره. یه از سپاس. بعد یه چیز دیگه آقا هر کسی یه درآمدی داره دیگه. خب ما هم درآمد داریم. به من میگن که تو چجور 2 سال اومدی آلمان شرکت زدی؟ خب بی ارزگی خودتونه اگر رفتید توی خارج از کشور نتونستید بیزینس را بندازید. یا به من میگن که شما پول از کجا داری میاری تلویزیون بزنید؟ ببخشید خب هر کسی وقتی میخواد تلویزیون بزنه یه سرمایه رو خودش میاره وسط، یه سرمایه رو تیمش میاره وسط. ما 10 نفر آدمیم. اینا یکم تفکر ندارن. یه سرمایه رو ما میاریم وسط و اسپانسری هم داریم که اسپانسرمون هم میاد کمک میکنه. این چیز طبیعیه. هر کسی بخواد یه تلویزیون بزنه اسپانسر داره. این فکر نمی‌کنم چیز پیچیده‌ای باشه. میگم انگار مثلا من دست کردم تو جیب مبارک پول در آوردم. از قالیباف هم گفتیم دیگه، اون فیشای حقوقای نجومی و نمیدونم اون استخدام‌های عجیب و غریب. بعدش هم من اگه می‌خواستم مزدور باشم میشدم مثل فلان خبرنگار در امریکا و میکروفون صدا و سیما رو هم میگرفتم، دوری از خانواده و وطن و بدبختی و بیچارگی هم تحمل نمی‌کردم دیگه. صبور باشید. همه این پیجا ریپورت میشه. که من بهش زنگ زدم ریا نشه. مجرد نیست، مجرد هستم. آره مجرد. بابا صبور باشید. اینا باید یه ذره اینا یه ذره به مردم خیانت کردن. ما یه ذره سند نشون میدیم. یه ذره اینجا فقط بنده رسانه خودمو دارم. دلیل بر این نیستش که بخوام برم برای جای رسانه داری بکنم. ببین فکر میکنید کاری نداشت. من اومده بودم اینجا یه رزومه میفرستادم برای یه شبکه مثل BBC، مثل من و تو، مثل صدای امریکا. میشدم مثل یه خود فروخته ای، مثل این خبرنگارا که دارن کار میکنن. حقوقمو میگرفتم، معروفیتم داشتم و میزدم #BBC #VOA. برای من کاری داشت؟
سخت بود آیا؟ چیز پیچیده ای بود؟ بعد اگه میخواستم مزدوری بکنم خب میرفتم توی یکی از این شبکه‌ها مزدوری میکردم. IQ یکم تفکر بکنید، نه اینکه بیام از 0 تا 100 به مردم بگم. بعدش هم اون کسی که منتقده، من خودم شخصا، تیم من شخصا دست تمام منتقدین رو میبوسه. این چیز عجیبی نیست. هر کسی از من انتقاد بکنه من باید ممنون اون طرف باشم. این دیگه فکر نمی‌کنم اگر من میرفتم میگفتم ریستارت خوبه، فخرآور خوبه، نمیدونم فلانی خوبه، ماست بودم، همه چیز خوب بود، میشدم محبوب دل همه، نمیشدم مزدور. چون دارم انتقاد میکنم، دست کردم تو لونه زنبورشون، پته همشون ریختم رو آب، همشون فیکن، گفتم فلانی مشروب میذاره زیر میز، فلانی پول میگیره، خوشگله جادوگره رو حالا بعدن رو میکنم فیلمت رو آقای حسینی، فیلمت رو میکنم برای مردم، مستند اینطوری رو میکنم. کانال میزنی با جادوگر مادوگر، مستقیم تپ بکن. چرا ازدواج نکردی؟ دیگه نبود دیگه. رضا شاه هنوز موقعیتش تایید نشده. خب ولی خب امیدواریم که میگه چطور این همه دسترسی به اطلاعات دارید؟ کسی که کاری امنیتی سایبری میکنه، کسی که تیم سایبری قوی داره، خیلی راحت هم میتونه به سری اطلاعات دسترسی پیدا کنه. شما دوستان عزیز، من قبلا هم گفتم اون موقعی که لایوم خلوت بود، با یک شماره واتساپ حتی شما میتونید موقعیت مکانی طرف رو هم به دست بیارید. با یک شماره واتساپ. شما که اینجا خبرنگار نیستی، بنده اینجا شرکت ثبت. یکی از دوستانم گفتش که شما رشتت که کامپیوتر نیست. بنده 2 مدرک لیسانس دارم، یک لیسانس خبرنگاری دارم، یک لیسانس نرم افزار کامپیوتر دارم. اینو برای دوستان میگم که اگه نمیدونن بدونن. و دوره‌های پیشرفته خبرنگاری رو گذروندم، تدریس خبرنگاری کردم و حتی 3 کتاب تو زمینه کامپیوتر نوشتم. قابل توجه دوستانی که میگن تو چجور رفتی خارج از کشور کتاب زدی و نمیدونم شرکت زدی و اینا. سیاست‌های داخلی رو هم حتما میگیم. و این که ببینید اون وحید خزایی کوک میزنه، به خاطر همین من تو این میکنه. میگه ببین خوشگله، من ساکن آلمانم، جفنگ نگو. آقا پوریا شما لطف بفرما بگو که جفنگ یعنی چی، برای چی این حرفو میزنید؟ مستند حرف بزنید دوستان، مستند. چون پته همه رو ریختیم رو آب تو یه هفته گذشته، خب شدیم مزدور و فلان و دمتون گرم. شما اگه مملکت دستتون باشه، هر کسی که منتقدتون باشه، مثل اینا که میکنن تو گونی میبرن، شما هم میکنید تو گونی میبرید، هیچ فرقی با اونا ندارید. دموکراسی نمیدونید چی، نمیدونید که خبرنگار یعنی چی، نمیدونید که یه خبرنگار انتقاد میکنه یعنی چی. من این واژه‌ها رو برداشتم. و یه نکته دیگه، تو رو خدا زیر کامنت های من به کسی به خود من آقا توهین میخواید بکنید، ولی به کسی دیگه توهین نکنید. توهین کردن نشانه ضعفه. اینکه بیان بشینن به کسی توهین بکنن چون مدرک ندارن، این مال بانک، مدرک ندارن، توهین میکنن. من نمیدونم اینا فازشون چیه. بله. بعدش هم من خیلی راحت میتونستم بگم آقا همه خوبن، همه اوکی ان، همه با هم دور هم خوبن، بشینم آقا بچسبم به این فاضلابا و 4 فاضلابا بیارم پایین، بشم لیدر محبوب این که اومدن برای اولین بار فاضلابا رو بیارم. نگار بچه‌ها دوستان، یکی میگه نگار دخترته، نه نگار خواهرزاده منه. این بنده خدا یکم تو فضا بودن گفتن نگار، من نمیخواستم بگم، ولی میخوام بگم که براتون شفاف سازی بشه، چون امروز قراره سوالات جواب بدم. اگه میگفتم همه خوبن، همه دور همن، همه چی خوبه، همه چیز آرومه، محبوب دل همه بودم. چون اومدیم انتقاد کردیم، نمیدونم. استارتی که به همه توهین میکنه، مستندشو دارم. حالا اگر استقبال بشه سعی میکنم لایف پخشش بکنم برای همه. 57 دقیقه مستند ریستارت. و اتفاقا امروز هم داشتیم بررسیش میکنیم ببینیم که برای دوستان هکر نمیتونیم، هکر میخوای بشی. ریپورت یکم جدید شده، یکم ترای بکنید اصطلاحاً.
دیکتاتوری نظام کنونی رو تایید میکنی؟ یعنی چی؟ نه ندیاسی ساپورت مالی نمیشه. راجع به نوریزاده داریم هماهنگی میکنیم ببینیم میتونیم باش مصاحبه رو انجام بدیم یا نه. فقط یکم ما الان تمرکزمون رو گذاشتیم روی این سایت‌های شرط بندی. دوستان عزیز اگه اسنادی که پولتون رو خوردن سرتون رو کلا گذاشتن رو سایت شرط بندی برای من بفرستید توی دایرکت، منتشر میکنم. و اینکه ببینید ما خبرنگاریم، باستاپ میکنیم، کسی رو قضاوت نمیکنیم. و اینکه از امشب هم خیلی جد این سایت های شرط بندی رو دوباره پیگیری میکنیم. یه مدت سکوت کردیم، یه مدت حرف نزدیم. این فاضلابایی که داشتن اینا رو تبلیغ میکردن خوشحال شده، نه محکم پای کار هستیم که اینا رو توضیح بدیم. چی بگم آپوریا؟ کی رو قضاوت کردم آقا حسین؟ صبور باشید. برنامه 90 خب گفتیم 2 هفته پیش گفتیم برنامه 90 اصلا سیستم نظر چیزش پیش بینیش هک شده. بعد از اون تازه هم یادشون افتاد. یه سری اسناد از سوشال صبحانی دست ما رسیده. ببینید یه سری از این حساب هایی که تو سایت های شرط بندی باز میشن، فک و فامیلای آقای ساشا صبحانی، این باباش که یکم دستش تو کاره این حساب های بانکی رو تو ایران باز میکنه. قابل توجه های ساشا صبحانی به زودی. امیدواریم قبل جام جهانی حل بشه. زهرا جهان بختم، صبور باشید. عریشمس هم چشم، اونو براش پروژه داریم. چشم. دایرکتار سوالی دارید حتما دایرکت بپرسید. شماره موبایل منم که همه دوستان دارن، یه بار دیگه میگم برای خیلی از دوستان که ندارن. عرضم به حضور شما که 2049 159 0 142 69 78. من خودم شماره موبایل خودم میگم که دوستان خیلی چیز نشن دیگه. یعنی فکرمون به اینا باشه. آقا پوریا که آلمانی، بگو کجای آلمانی برادرم، ببینیم که در مایه نایاک هم میگیم. ما هک نمی کنیم، ما نفوذ میکنیم. نفوذ با هک فرق میکنه، بهشون میگن هکرهای کلاسیک. نوشته این سوال جالبی بود. نوشته که حقوق میگیری یا درصدی کار میکنی با استفاده داشت، چجوری کارت راه میفته بگو تو من همون جوری بهت بگم. بسیار عالی. آقا محمد برلینی تقریبا نزدیک. چشم لایو هم سیو میکنیم. آره دیگه. میگه خیلی میخوام معروفیت به جرم این که دارم مردم آگاه میکنم، معروفیت به جرم این که دارم میگم نرید تو سایت شرط بندی، معروفیت به جرم این که دارم میگم این اپوزیسیون فیکن، یک کار مثبت تو این 40 سال برای مردم نکردن. این فکر میکنم چیز جالبی باشه. شما که وطن فروش نیستی برادر من و خیلی بیا بگو ببینم چه کار مثبتی برای مردم کردی. بله کتابایی که در زمینه کامپیوتر نوشتم یکیش سیستم عامل لینوکس، کتاب سیستم عامل کتاب ادیوس و هک و نفوذ، انتشاراتی کلید آموزش تهران خیابون من یادم رفت، انتشاراتی کلید مال آقای منصور سجاد. یکی از کتابام به چاپ 6 رسیده، یکی از کتابام به چاپ 10 رسیده، یکی از کتابام به چاپ 8 رسیده. هر چاپ 3100 تا بوده. سال 90 هم نویسنده برتر کشور شدم تو زمینه کتاب‌های آموزشی یه کامپیوتر. اینا برای دوستانی گفتم که برن قشنگ سرچ بکنن تو اینترنت بیاد. سوالات درست بپرسید. تیم خوبن، سلام برسونم. سوال بپرسید. چرا از مکبوک استفاده می‌کنی؟ ویندوز هم دارم، مکبوک هم دارم. سرعتش بیشتر، امنیتش بیشتر، هک کمتر میشه. آبی بهت میاد مخلصم. هزینات من شرکت برنامه‌نویسی دارم تو آلمان.
اول یکی برای دوستانی که توی آلمانن بگم، چون خیلی براشون جا بیفته. ببینید شما اول که اینجا میخواید یک شرکت ثبت بکنید، اصطلاحاً توی آلمان بهش میگن گی ام بی ها، و اول شما باید یه گوربه ثبت بکنید. بعد این گوربه رو بعد برید توی قاتهاوس یا توی شهرداری ثبت بکنید. 6 ماه این گوربه‌تون ثبت میشه. هزینه گوربه در آلمان 20 یوروه. دوستانی که اطلاعات ندارید و خودتون دارید تیکه پاره میکنید این چجوری ثبت کرده، بعد از اینکه 20 یورو دادید و یه دونه گوربه ثبت کردید که معادل یک حد پایینتر از گی ام بی ها در آلمانه، 6 ماه کار میکنید، درآمدتون رسید به بالای $25,000، اجازه ثبت شرکت یا گی ام بی ها دارید که میتونید 10 نفر آدم رو هم استخدام بکنید، از 5 نفر به بالا. اینو گفتم به دوستان که بدونن که اصلا اون مرحله‌ای که شرکت ثبت کردیم چی بوده. آقایونی که در آلمانید و اطلاعات ندارید، برید بپرسید. سوالتو بپرس آیه کامیار. میگه در مورد نظام پوند برای انگلیس. آره خب همکار من توی انگلیسن. بعد آنلاین چه نمیدونم. آقا چرا همش تو لایو حرف میزنی؟ خب من الان سر ته ماجرا از دستم رفت، چی بگم؟ نه بابا خانم نامدار، ما چیکارش داریم بیچاره. بعدش هم یه نکته هم دقت بکنید دوستان، من معمولا لایوام رو ساعت 10 شب به بعد میذارم. 2 تا 3 تا دلیل داره. دلیل اولش این هستش که من خودم سر کارم تا ساعت 8 شب کار میکنم. بعد دلیل دومش این بودش که اوایل ما ساعت 11 میذاشتیم، به خاطر این بودش که ساعت 10 سریال پایتخت پخش میشد تا 10 و 45 دقیقه، 1 رو به 11، حالا همون نزدیکا. به خاطر این ما لایو رو ساعت 11 میذاشتیم. دو تا از دلایلی که ما لایو ها رو آخر شب میذاشتیم و در طول روز ادمین های من توی تلگرام جواب مردم رو میدن. قابل توجه دوستان. یا گنو کنش دویست سایی خودش بباشه. سوالاتو بپرسید کدومو گلچین میکنم. نمیدونم چی نوشته. کول یعنی بال. درآمدت چقدر ماهانه؟ پناهنده یا مهاجر؟ اگه بیاری بالا حرف بزنیم سوالامو. پنده اینجا شرکت دارم، بیزینس میکنم. درآمدم هر کدوم از دوستان اومد درآمدشو گفت، ما میگیم سوال شخصی. منوتو خیلی جالبه داره مالیاتو. ببین منوتو اومده تو سال 2016. این قابل توجه دوستانی که میگن اسناد ما یه قلمش فقط منوتو رو نشون دادیم. حالا من سعی میکنم الان به مردم هم نشون بدم. ببینید به اداره مالیات بریتانیا منوتو اومده یک مبلغ بدهی رو رسانه‌ای ثبت کرده و ارسال کرده برای فکر میکنم 56 میلیون پوند اگر اشتباه نکنم، اگر بتونم پیدا کنم عکسش رو. بله 45 میلیون پوند منوتو اعلام بدهی کرده که ما ضرر داریم. شرکت منوتو، کمپانی منوتو که مرجان تلویزیون نتورک این کار رو انجام میده، 45 میلیون پوند به اداره مالیات بریتانیا اعلام بدهی کرده. حالا این شرکت خودش رو رفته بیمه کرده و اگر یک روزی اعلام ورشکستگی بکنه 90 میلیون پوند یعنی زبدر دوش رو از دولت آلمان غرامت میگیره. این یه روشی هستش که اینا دارن استفاده و تلویزیون قبری که آقای کیوان عباسی داشت از این ترفند استفاده کرد و پول گرفت و بعد از اون منوتو رو معرفی کرد. این نمونهش بود خواستم بهتون بگم. اشته 100 بار سوال کردم یک سوال جواب ندید، گلچین میکنی. سوال کردم این که ناصر آزاد کی است؟ محسن افشانی گفت سایت لیکوبت. من ناصر آزاد نمیشناسم. این سوالتون هم خوندم. قرنوی مافیاس فراموش نشه. نمیدونم. خانم افشون که توهین کرده به ارزش‌های مذهبی و جواب بشه. منوتو رها به خاطر این از منوتو رفت سر استیج که معتقد بودش که استیج مال اونه و تعامل نرسید. الان واشنگتن داره خودش یه تلویزیون رو اندازی میکنه و از منوتو جدا شد. تمام پست‌های منوتو رو هم پاک کرد. شماره تلفنم همه دارن دوستان دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ دوستان بنویسید شماره تلفن منو من پین کنم.
حسین افشانی چه میدونم، من که مسئول ورود خروجش نیستم که پلیس فتامون یا دادستانی بعد به این قضايا بر فکر بکنه. مافیای آب حتما. بله این دوستان کیان پارس احفاظ بود. حوزه علمیه چی بگم؟ بگید تا بگم. نه ما محسن صفایی دوستی ندارم باشه، یه فاضلابه. چرا وقتی این پیج فاضلابه رو کنیم دوباره برمیگرده؟ چرا کلا خب باید اینا 2-3 بار ریپورت بشن. حالا سعی میکنیم که یه کاری بکنیم کلا نابود بشه، ریپورت بکنیم. خب مال مستر ترکیبی که کلا برای همیشه رفت. مافیای آب اصفهان بگو. مافیا آب اصفهان آقا آلمان کی به ما زنگ زده؟ بپرسید. من دیگه قهرم تو ریپورتا شرکت نمیکنم. خانم نامدار لایو گذاشت برای شما گریه میکرد. برای من داشت گریه میکرد جان. مستند رادیو جوانم چشم بخش میکنم. آقای محسن رجبپور مافیای موسیقی هن. توی سفارت میرن توی ارشاد یقه رو تا اینجا میبندن، ببین خیانت و اینا میکنن به مملکت. بعد میان اون دختره بدبخت و بیچاره رو تو خیابون میگیرن میبرن به جرم بدحجابی. آقای محسن رجبپور مافیای موسیقی شده که مدیر برنامه‌های نمیدونم حامد همایون و امثال اینها بوده. کسی بوده که کریستیبرگ رو برای گروه آریان آورد و گروه آریان رو این آدم پاشوند به هم و یقه رو تا اینجا میبنده. آقای محسن رجبپور توی ایران میگه سلام علیکم خدا قرآن، بعدش میاد میره تو انگلیس ماه به ماه با دوست دخترش کنار ساحل زنم داره مشروب میخوره. اینا دارن به مملکت خیانت میکنن. و در خصوص این حجاب اجباری هم من یه توضیح بدم. ببینید دوستان، خیلی دوستان فکر می‌کنن ما مخالف حجابی نمیدونم ما مزدور جمهوری اسلامی که میخوایم این کار. نه دوستان، اون فیلمی که اون خانم رفت بود بالا اون سکو و اون مأمور نیروی انتظامی با لگد زدش انداختش پایین و همه دیدن، همون قدری که اون مأمور پست بود باید طبق قانون باش برخورد میشد. اون کسی هم که اون آدم رو تحریک کرد که بره اون بالا، اون آدم هم همون قدر پسته که باید مجازات بشه. چرا؟ چون اون خانم هم یک با همون خانم مسئله نژادی که همه رو تحریک میکرد چرا نیومد معذرت خواهی بکنه؟ چرا نیومد بگه آقا من معذرت میخوام ایشونو تحریک کردم؟ همین خانم مسئله نژاد بلافاصله عکس مادر پدرش رو تو 22 بهمن گذاشت رو پیجش، گفت اینا از من نیستن اینا از من نیستن. تو اگه میتونی ارشاد بکنی خانواده خودت رو ارشاد بکن. 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده. سند بدید. من همینجوری بگم 30 میلیارد نمیشه که. صبور باشید 48 ساعت طول میکشه ریپورت جواب بده. چرا؟ ربط داشت به چهارشنبه سفید. مده شده بود دیگه اینجوری. بعدش هم یه نکته دیگه ببینید، اینا خانم مسیح علی نژاد 1 میلیون فالوور در این اینستاگرام داره و همیشه حالا تو اینستاگرام 1 میلیون داره، 400 500 تا تو فیسبوک و 200 تا تو تلگرام و جمع بزنی حالا 1.5 میلیون نفر آدم. بعد کلا جمع بزنید کلا 30 نفر آدم برای این خانم چهارشنبه سفید نکردن که روسری در بیان. 30 نفر آدم. هر دفعه این فیلم ها رو میذاره میاره بالا و مردم رو تحریک میکنه که نمیدونم چرا دستم اینطوری میشه جی بگیره. پول چیه نمیدونم. ببینید من خودم مخالف حجاب اجباری ام. یعنی نباید حجاب اجباری وجود داشته باشه، باید تفکر و آزادی وجود داشته باشه. اونی که حجاب داره دوست داره حجاب بذاره، اونی که دوست نداره حجاب نذاره. مثل کشورهای اروپایی. من اصلا مخالف 100% حجاب اجباری. من و تیمم تفکر اون همینه. ما با اعمالی که این خانم انجام میده، خب این که اگه میگه کاری انجام میده از مردم معذرت خواهی کن. بله تو تفکر و یک مسیر رو خانم علی نژاد بردی جلو، یه استقبالی از سمت مردم شده. ما اصلا به این قضیه خورده برده نمیگیریم، ولی میگیم آقا خب بیا پاسخگو باش. من میگم آقا من به عنوان این خبرنگار سوال ازت میپرسم، بیا به مردم بگو. نمیخوای جواب منو بدی، منو آدم حساب نمیکنی، بیا به مردم توضیح بده. معصومه علی نژاد قومی اسمشه.
وحید خزایی ترسیدن. وحید خزایی بابا یه کوکه، چی به کوک میذاره لستش میکشه، ترس نداره که. در وحید خزایی داریم. مسئولین استان گیلان اسناد بفرستید تا رسوا کنیم. تتلو رو چی بگید بپرسید. ریستارت و آمد نیوز اختلاف بده کردیم، نمیدونم. سعید مرتضوی بازداشت شده. سینا ولی الله، آقای سینا ولی الله دوستان، این نکته جالب به شما بگم. یادتونه دعوای سوری شد بین ساسی مانکن و زهرا جهانبخت یا همون دنیا جهانبخت. دنیا جهانبخت با ساپورت سینا ولی الله زنگ میزنه وحید خزایی. وحید خزایی هماهنگ میکنه با زهرا جهانبخت. 400,000 تومان زهرا جهانبخت از حساب ایران کارت به کارت میکنه برای ویزای دبیش. میره دبی، اونجا ارتباط برقرار میکنه با برایان اعتماد توی دبی، مصاحبه میگیره باهاش آیه سینا ولی الله، پرومودش میکنه و کارهای بعدی من نمیدونم سینا ولی الله چرا با هر کسی مصاحبه میکنه پرومود میکنه همه اثر از یه مافیایی در میارن، نمیدونم. من دارم طرح سوال میکنم. بعدش دیگه میره توی فاز دیگه فساد رنگ. که پلیس آلمان اومد بالا سرت بابت هک، جواب چشم. ما که اینجا اتفاقا امروز هم من یه نامه از اداره پلیس برام اومد که تشکر کرده بودن. اینها برای من فقط شهرشو مجبورم خط بزنم. اینها این نامه امروزه دوستان که آلمانی بلدید از اداره پلیس آلمان برام اومد. بگو بیان حتما خودشون نامه میفرستن که آقا ما تمام صحبتایی که چون من گفته بودم باها، من که تحت حمایت پلیس فدرالی آلمان دارم کار میکنم، برای اون دوستانی که خیلی ادعاشون میشه. کرمانشاه هم بودیم. میذارم بچه ها دوستان کانال تلگرام منو دنبال بکنید، گزارشایی که من از 10-12 سال پیش تو ایران پخش کرده بودم یکی یکی میذارم و عرضم به حضور شما که ببینید یه مدت به خاطر اینکه باز بشه. در مورد قتل سید و نکته بعدی هم که ببینید ما قصدمون کوبیدن اپوزیسیون نیست. یه چیزی توجه بکنید، اینها یه سری رفتار انجام دادن که باید در خصوص این رفتارهایی که انجام میدن بیان توضیح بدن. ما که اصلا دشمنی نداریم. خب طبیعیه من اگر از آقای سید محمد حسینی ریستارت انتقاد بکنم، موافقانش میان حمله میکنن به سمت من و میگن تو مزدوری. از آقای نمیدونم فخرآور حمله کنم، موافقاش. از خانم عرضم به حضور شما سینا خانم مسئله نجات انتقاد بکن. ما اصلا این آدم ها همشون برای ما محترمند. ما اینها رفتارهای انجام میدیم که میگیم آقا بیان پاسخگو باشن. این که چیز پیچیده‌ای که نیست. آقا من به عنوان یک خبرنگار، به عنوان کسی که آقا کار خبرنگاری کنم سوال میپرسم. یه استارت مستندش رو پخش میکنیم امروز فردا، سعی میکنم بذارم توی کانال. ببینید تحریک کردن برای اینکه فاضلاب ها، ببینید فاضلاب ها یک معضل برای شبکه‌های اجتماعی هستند. ببینید اونها دارن واقعا فرهنگ ایرانی رو به لجن میکشن. بعدش هم تفاوت من با کار مسئله نجات اینه که من به مردم نمیگم برید تو خیابون بگیرن با لگد بکننتون تو گونی ببرنتون. یه ریپورت ساده است میزنید داره میره برای خودش این ور اون. تتلو ما 40 میلیون درآمد داره، سند بفرست. دانه درشته یعنی کی بگید؟ افشون داره پیگیری میشه. روح الله زن نداریم، ما روح الله زن داریم. جمشید آریان هم میگیم چشم. افشونو گفتی، من یه لایو اصلا کلا نشونو گفتم دیگه. قضیه مومیاییش رد گم کنیه، نه خوب هست. مفخوره داخل هم میگیم چشم. تهدید بله، از هر 100 تا پیامی که میداد 3 تاش تهدیده. تهدید تو خالی بابا، شما خیلی کوچولویید بخواد من تهدید کنید. صبور باشید، شکایت ها داره درست میشه، میره جلو.
مافیای آدامس دیگه نشنیده بودم خداییش. آدامس نشنیدم. کتاب فخرآور ببینید، من اصلا یه چیزی به شما بگم، دشمنی ندارم که با این حرف. کتابای فخرآور از دید من 50% راسته، 50% لافه. تمام شد رفت. من خودم بچه اهوازم، میگم بابا ما فاصلمون تا آبادان 50 کیلومتر بود. آقای فخرآور شما شیراز بودی، فاصله تا آبادان 700 چقدره 300 کیلومتر بود. اهوازی هم، من تهرانی نیستم. بودیم تخصص داریم روی این که بتونیم کشف کنیم. بعدش هم من میگم آقا ما به نشر اطلاعات اعتقاد داریم، نه ذکر منبع اطلاعات. میگه که حسینی مشروبش نشون بده، فیلمش نشونتون میدم. بعدش هم مشروب ملاک نیست که دوستان. اینا فکر میکنن که مثلا بابا آقای حسینی که میاد تو لایوش هم اگه دلش بخواد مشروب میخوره. شما چرا نمیدونم تفکرتون انقدر پایینه؟ من اگر میگم مشروبشو میذاره رو میزش، من دارم از ایهام و استعاره استفاده میکنم. تکنیک های خبرنگاری، میگن ژورنالیست، تکنیک های خبرنگاریه. ما از ایهام و استعاره برای رسوندن منظور خودمون استفاده میکنیم. آره خیلی هاشون تبلیغ سایت شرپندگان. حتما دوستانی که گفتم یه سایتی هست به اسم پارس 90 داره میلیاردی الان زیرپوستی به غیر از اینکه با این فاضلابا بخواد کار بکنه، داره سایت شرطبندی رو تبلیغ میکنه و داریم پیگیری میکنیم. دوستان اگر عرضم به حضورت که شما که اگر مدرکی دارید راجع به این سایت شرطبندی ما بدید، صبور باشید مدرک رو میکنیم. ببینید خیلی از من سوال کردن که شما چرا از صدا و سیما اومدید بیرون. به دلیل تهیه به شما بگم که بیش از 100 گزارش انتقادی. من اگر تو صدا و سیما بودم یه تفکری داشتم و اینکه بتونم به مردم دانش آگاهی بدم. هر کسی یه رسالتی داره. ببینید هست گزارش. من همیشه سوال کردم و الان هم میگم توی لایوم، چرا مسئولین صدا و سیما منو ممنوع ورود به صدا و سیما کردن؟ چرا منو ممنوع تصویر کردن؟ چرا منو ممنوع کار کردن؟ دلیلش چی بود؟ بیان توضیح بدن. و اینکه عرضم به حضور شما که همه ویدیوها هست، میذارم. اون در خصوص این که میگه تهمت، ببینید نه، اسناد بزرگتری وجود داره راجع به آقای حسینی رستارت. حالا ما مشروع اومدیم دلیل داشت، شاید یه سری کدها وجود داره که ما میگیم و آقای حسینی هم خودش بهتر از من این کدها رو میدونه. بله، به آقای رفسنجانی اصلا یه منطقه توی لندن برای خودشون دارن. یه چیزی هم جالب به شما بگم، اونم این که مافیا پفک رو گفت. ببین شرکت چیتوز، شرکت نمیدونم لینا، نمیدونم شرکت های نمکی، ببین همه این شرکت ها مال یه نفره با نام های مختلفی که شما مثلا زده به اسم نوش، یکی زده به اسم نتیجهش. شما اگه الان مثلا بری یه شرکت پفک سازی بزنی، به اصطلاح اونایی که بیزینسمنن دامپینگ میشی. یعنی شما میری یه شرکت پفک سازی میزنی و اتفاقی که میفته این هستش که اون شرکت ها میان به شما میگن که نباید یه شرکت بزنی، اگر بزنی عرضم به حضور شما که قیمتشون رو میارن پایین. و چه اتفاقی میفته؟ شما بیزینس تو سرمایت از دست میشی، چون تازه شروع کردی دیگه، دامپینگ میشی. مافیای تخم مرغ هم حتی گزارششو دارم و منتشر میکنم، از مال خیلی سالهای پیشه. آره پیجای منو زدن اینا. اگه من مزدورم و موندم که اونایی که دارن چرا حرف حق میزنن پیجاشون ریپورت میشه. داستانه این خیلی برام مهمه. کارت بسیجتو نشون بده، کارت خبرنگاری مالتو نشون بدم. چرا بسیج؟ خودم اصلا خوشم نمیاد از بسیج. من دارم میگم تو لایف زنده. برایان اعتماد اولین نفر من اسمشو آوردم دوستان. هیچ کسی جرئت نمیکرد اسم برایان اعتماد بیاره که ایشون برای خودش مافیا را انداخته توی دبی.
سعی میکنیم لایومون رو بذاریم. من خودم نمیرسم ضبط بکنم. نوشته که سپاهی شرف دارم به تو. منظورت رو رو هوا حرف نزنید. حرف باد هواست. دلیل بیارید، منطق بیارید. مثل آقای ایکس زنگ زد به یه بنده خدایی که از این رسانه داره، گفت فردین نمیدونم سپاهی فردین داره، گفت آقا سند به. بعد خوشبختانه داستان چه بنده خدا کاغذم از من ندارن. خب جالب اینجاست که عقلشون هم نمیرسه یه برگه برن از من فتوشاپ بکنن، مثلا بگن این فلان جا بوده. هیچی ندارن. اگه داشتن تا الان 20 بار از من نشون میدادن. خب عقل به خاطر چی میترسن؟ یا میگن ای اصلا این امین فردین یه دفعه فردا اسمش عوض میشه یه چیزی، یه ویدیو رو میکنه آبرو هممون میره. آره آقا سوال بپرسید. آقای رائفی پور نظری ندارم چی بگم. رمالی جنگیری هست اینو میدونم. برادر یک ماه قبل از انتخابات سال 96 زن برادر آقای حسن روحانی به همراه زن آقای روحانی رو توی قم توی خونه رمال گرفتن تو قم. و اگه دوست داشتین دوستان، من فایل نماینده مجلس رو هم این خبر رو اعلام کرده بود دوستان. و نماینده مجلس فکر کنم نمیدونم کجا بود ولی وایسش رو دارم. قضیه بله کیسی گی داده دیگه آقای هزینه. آقای نجف زاده بله من انتقاد دارم. اگه من موضوع بودم خب من جایشون امریکا بودم. چی پرسیدی 100 بار؟ در مورد مجتبی خامنه اگه جرأت داری جیره خارش نیستی بگو. آقای پشت نقطه پرده دوست عزیز شما اگه اسنادی داری برای من بفرست که من منتشر کنم، یا اگر اسنادی نداری این راجع به این نمالی جنگیری چرا که نه، من همین الان سعی میکنم آنلاین و زنده به مردم نشون بدم. شما اسناد رو بذار تو پیجت، من میام نگاه میکنم، اگه مورد تایید بود پخش میکنم. چرا که نه، از خودمون هم هست سندی باشه. این که چیز پیچیده ای نیست. بچه من همین الان لایو و زنده بچه یه داره من این فایل جنگیری رمالی برادر آقای رئیس جمهور رو بیارم ببینین. مافیای نمیتونم پیاماتون رو بخونم، دارم تو کامپیوتر سرچ میکنم. قشنگ ببینید که تو دولت هم قشنگ مثل ماست و کره داره رمالی و جنگیری میشه. سوال بپرسید آقا. امیدوارم پیداش بکنم بهتون بگم. مافیای سگم میام باش چشم. سینما ایران که همش مافیاست، این که همه میدونن. امیدوارم اینجا باشه. فالگی چون خانه‌های حسن در منزل یک بچه این اتیکر رو گوش بدید. مسیر بچه این اتیکر دوست دارم اتون ببینید راجع به رمالی و فالگیری داخل ایران. که دولت انتخاب کرده است مسیر درستی است. ما باید نقد شویم، باید از ما انتقاد کنند. ما دارای عصمت نیستیم، متاسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمیبینیم. بچه اینو ببینید با دقت. به فال و فالگیر و جنگیرم از اول. میدید این خنده های آقای حسن روحانی و حسین فریدون و دار دستش که اونجا نشستن برای چی هستش؟ اینا میخندن به ریش من شما. چرا؟ چون خانم های خود آقای حسن روحانی آقای حسین فریدون میرن ارتباط میگیرن با رمال ها و جنگیرهای قم
که شبونه اینا رو دستگیر میکنند. بعد آقای حسن روحانی میگه که چرا دستگیری ها چهارشنبه و پنجشنبه انجام میشه که قوه قضاییه تعطیله. بعد از اون هم مجتبی ذوالنور. ببینید من این دستگیری ها و این اتفاقات رو از خودم در نمیارم که بیاد هفته بیاد، مستند با صحبت خود آقای نماینده مجلس با شما مقایسه میکنم. این که آقای مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس میاد در صحن علنی مجلس هم اعلام میکنه که آقای رئیس جمهور و برادر ایشون دستگیر شدند در یکی از این خونه های رمال ها. بعد هم رفتن حساب اون رمال جرمگیر رو چک کردن، دیدن 10 میلیارد تومان پول تو حسابشه. بریم این صحبت ها رو بشنویم که من نگفته باشم، مستند از قول نماینده مجلس گفته میشه. میدونید که حرفای نماینده مجلس هم مستنده و افرادی هستن که به حال اخبار محرمانه رو هم اونها دسترسی دارن. آدرس عوضی به مردم ندهید. آقای رئیس جمهور، چرا باید زن برادر شما در منزل یک رمال دستگیر شود و وقتی از حساب این رمال سوال می شود که 10 میلیارد تومان در حساب شما چه می کند، می گوید از همسر فلان کس به من داده شده دست بین پول نزنید، و وقتی دستگیر می شود استاندار و دبیر شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیدن روال قانونی طی شود و جز چند ساعت باید کسی که در کنار یک رمالی که وصل به سرویس های جاسوسی بیگانه است متشکرم آقا، یه دقیقه اضافه صحبت کردید. شکم مردم است که امروز گرسنه است، نه آدرس های عوضی. و السلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم. ببینید داشته باشید دیگه. حالا میذارم تو کانال من اینا رو، بعدا به زودی همه رو مستند میخوام رو کنید. اینجوری رو کنید میگه طرف فلانه چنینه چنانه که جواب نمیده که باید بگه تا فردا فلانی چنینه چنانه. مستند به مردم. هر کسی هم که میخواد صحبتی بکنه مستند با مردم صحبت بکنه، نه اینکه رو هوا. این شماره موبایل خودم بود، توی که از دوستان پرسید. مسائل مافیا رو هم میگیم چشم به زودی. اینکه از این بگو از اون بگو، نه آقا دیگه هم اسناد بفرستید خودتونم دیگه، زحمتشو بکشید، ما پیگیری میکنیم. حاجی لند من بهش پیام دادم، بعد جالبه خودش تو سایتش دید آقا قضیه سایت شرط بندی داغه و عرضم به حضور شما که ما داریم صحبت میکنیم. من یه وایس گذاشتش که سایت های شرط بندی چنینن چنانن فلان اینا. بعد رفتیم خودمون تو پیجش نگاه کردیم، با خودش هم داره تبلیغ سایت های شرط بندی میکنه. بعد با خودش چت کردم، گفتش که منم تو سایت های شرط بندی بازی کردم، کلی پول به فنا دادم. این آیا جلند بود. دارم اتفاقا اسکرین شات چتمو باش دارم، اگر پیدا کنم. تو پیج قبلیم بود ولی خب من پیج قبلیم اتوماتیک اسکرین شات میگرفت از همه. پیامتون چی بود؟ قرارداد من شنیده بودم که عرضم به حضور شما که بله آره. ببینید الان یه فیلم همین الان برای من اومد، چقدرم خوب. ببین این قشنگ بیاد توضیح بده به مردم دیگه در مورد ایستوکراسی. آقای سید از ببین توضیح هزار بینمون فاصله باشه، مشکل هیکل تو بیسته من دیگه تو خزام بکن هرچی هست. چون ریپورت میشه من اجازه ندارم بقیه‌اش نشونتون بدم. ایشون مثلا زیگزاکی میخواد مثلا سیستم تشکیل بده. حاجی لند پیجشو بنده خدا چیز کردم دیگه. این فیلم همین الان اومد گفتم پخش کنم یکم فضای
من اسنادی از رولا زم دارم، مرد باش رو کن. اسنادتون رو بدید ما رو کنیم. آره بله. ایشون همینه دیگه، تفکر ایستوکراسی. مستند رو پخش میکنم اما من راستی باید میفرستنم مستند رو توی باکس راجع بهشون که پخش بشه. مجتبی خامنه‌ای رو ما نشت گفتن، ولی ببین یه شخصیتی مثل ایشون وقتی میاد لندن باید یه فیلمی، عکسی، بیلی، کلنگی، چیزی پخش باشه از افراد دیگه. آقا سوالت چی بود؟ مومیایی هنوز تایید یا تکذیب نشده. دیگه راجع کورش عرفانی و تلویزیون دیدگاه هیچی نمیدونم. راز فوت هاشمی رفسنجانی، خب اسنادی نداریم. ممنونم، مرسی. درآمد آمد نیوز رو نمیدونم، اگه شما میدونید به ما بگید، ما هم درآمد کسب کنیم از اون طریق. مثلا فساد حاکم در فوتبال هم برنامه بله. میگه جرأت داری از مجتبی خامنه‌ای بگو، جرأت داری از مجتبی خامنه‌ای بگو، جرأت 10 بار نوشته. خب دوستان عزیز اسناد باشه ما میگیم، تعارف نداریم که. شما اسناد بفرست ما پخش میکنیم. جواب من نمیدید بپرسید. من یک افغانستانی هستم. درود بر شما آقا طاهر. دوستان افغان زبان، اشتباهی دوستان میگن افغانی، افغان هستن. با قابلی پلوتون هم خوردیم. ما با هیچ کسی دعوا نداریم. قرارداد تنابنده هنوز تایید نشده، همه گذاشتم. مافیای مواد مخدر گفتم یه باری مستند تو ایران تهیه کردم راجبش، در مورد فوت رفسنجانی، در مورد مومیایی، مافیای قرمه سبزی. چشم همه رو میگیم. روح الله زم چی شد؟ چیزی نشد. نوشته که بگو الان ببینید یک میخوام در خصوص حقوق بشر هم یه چیز جالب به شما بگم اگه فرصت بشه. مرگ بقای کی مرد؟ به قول آلمانی‌ها دی قرمه سبزی، میت آرتیکل. اینستاگرام بابت ریپورت افشین تقدیر کرد، اونا هم فهمیدن اون زباله است. فاضلابه. آدرس چنل آقای فردین توی بیو هست، بیو پروفایلم. آقای افشانی میاد تبلیغ سایت های شرط بندی میکنه و از این صحبت ها. با روح‌الله هم دعوایی با هم نداشتیم. حالا ایشون لطف کرده از ما انتقاد کرده. درگاه بانکی رو باید پلیس فتای بی ارزه ما پیگیری بکنه. محسن افشانی گفتم تبلیغ سایت های شرط بندی میکنه. دوستان عکسش هم برام فرستادن، از ایران با من تماس گرفتن. کیه خدای من؟ بله سلام در خدمتم، بفرمایید.
به چه مناسبت اون وقت جان؟ بله من دوستان آقا امین هستم. خود آقا امین دارن لایف میذارن. اسم فامیلیتون شما چیه؟ من بگم آقای از کنار شما تلفن ایشون باشه انگ به ایشون میزنم. من خواهش میکنم چون هر شاید ایشون پرچمداری. آها بله نه حالا من توضیح میدم الان تو لایف. اوکی باش. مرسی خداحافظ. آقا این بنده خدا زنگ زده بود میگفتش که این شماره‌ای که شما این زیر گذاشتی کنار آقای شاهنشاه آریا مهر، بعد اینکه چرا عکس شماره تلفن شما کنارش. ما به دیدگاه آدم‌ها احترام میذاریم. حالا ایشون دوست داشت عکس پروفایلش این باشه، ما هدفمون اون شماره تلفنی بود که پین شد زیرش، نه حالا اون شخص. کاری نداریم حالا اون شخص کی هستش. جای دعوت نشد بنده خودش تذکر میده. کدوم شهر آلمان هستم؟ نزدیک فرانکفورت. توضیح نمیدم کجام، لوکیشن هم نمیدم. یکی از سپاه بود. نه آقا شما چیز گیر دارید به این سپاه پا، جای دیگه نیست، بلد نیست ارگان دیگه ای. بله نمیدونم. هوا هم بچه ها اینجا داره کم کم تاریک میشه. به سلامتی. بله سوال بپرسید دوستان. اصلا من لایو گذاشتم برای سوال، لطفا سوال بپرسید که خیلی دوستان اگه جرأت داری از پولهای دزدی پهلوی گفتیم یه سری صحبت کنیم راجع به خود سیستم پهلوی. دزدی حالا من نمیدونم منظور دزدیش مجرد یه صدا شبیه اطلاعاتی ها بود. حالا هر کی میخواد باشه ما با همه احترام میذاریم، فرق نمیکنه، هر جای دوست دارن تماس بگیرن. شماره‌ام گذاشتم برای اینکه دوستان تماس بگیرن دیگه. آره از اطلاعات سپاه بود تذکر داد. ای خدا یعنی چی؟ سوالات جالب. بچه یک ساعت لایو ما تموم شد. به من الان پیام داد اینستاگرام که باید برم. خوشحالم از این که باهاتون بودم، براتون بهترین رو آرزو میکنم. به هیچ عنوان ما با هیچ اپوزیسیونی اصلا دشمنی نداریم، فقط ما یک کار ژورنالیستی همسایه‌ها جیغ میزنیم چه شد داریم یک کار ژورنالیستی میکنیم و اولین فکر میکنم رسانه‌ای بودیم که همه این اپوزیسیون‌های فیک رو به چالش کشیدیم. اگر دوست داشته باشن سعی میکنن نقاط ضعفشون رو پوشش بدن، اگر از ما انتقادی بشه ما هم سعی میکنیم نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم و خوشحالیم. مستند آقای سید محمد حسینی که یه سری اسناد رو داریم هم منتشر میکنیم برای امروز ظرف امروز فردا. تمرکزمون رو فعلا گذاشتیم روی فاضلاب‌های مجازی. بچه‌ها این شماره رو تو رو خدا نگاه بکنین کجاست. تا تو عمرم همچین شماره ندیدم. بگو کجا به ما زنگ میزنن تا زنگ میخوره. فقط نگاه کنید اصلا همش نوع کداش. چندین بارم زنگ زده این بنده خدا. در خدمتتون هستم، براتون بهترینا رو آرزو میکنم. لایو هم سیو میکنم. یه سری سوالات رو جواب دادیم و سعی نمی‌کنیم از کسی جانبداری بکنیم، از کسی حمایت بکنیم. ما یک رسانه بی‌طرفیم. آقا تو رو خدا دوستان همسایات خواب ندارن. چنده آقا 30 ثانیه دیگه منتظر باشید که اسناد جدید. حتما کانال تلگراممون رو دنبال بکنید، تو بیو هست و سعی کنیم خبررسانیامون رو از اونجا انجام بدیم. مرسی از اینکه یک ساعتی رو با ما بودید. لایو اون کسایی که ندیدن بیان از اول ببینن، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مرسی.